پدر مادرای عزیز، اگر میخواین برای بچه‌تون یه شغل انتخاب کنید، نگاه کنید ببینید اون آدمی که 20 سال توی اون کاره، 30 سال توی اون کاره به کجا رسیده. تیپ و قیافش رو نگاه کنید، وضع و اوضاع مالیش رو نگاه کنید. بچه هاتون رو تو دامداری، کشاورزی، نمیدونم کارگری نفرستین. عاقبت کارگری میشه این. ببین کف دست منو ببین، همه آبله زده. پدرمون در اومده، جوونیمون رفته، 20 سال 30 سال زحمت کشیدم، تهش هیچی از زندگی نفهمیدیم. پا درد، زانو درد، کمر درد، سر درد. این نتیجه کار ماست. این که نشد زندگی. من اگر مثلا میرفتم تو شهر آقای هنر یاد میگرفتم، مکانیکی، نمیدونم صافکاری، هر چی از این خراب شده بهتر بود. باور نکنید که امسال گیلاس شده کیلو 1 میلیون، نمیدونم گردو کیلو انقدره. همه این دامدار کشاورزا بدبختن. نگاه کنی یارو 60 سال داره کشاورزی میکنه، یه ماشین درست حسابی نداره. هر چی پیکان پرایدی میبینی مال این دامدارا و کشاورزای بیچاره است، مال این کارگرای بدبخته. تازه اگر بتونن همونم بخرن. نه شأن اجتماعی داریم، نه درآمد آنچنانی داریم، نه وجهه خوبی داریم. الان میری خواستگاری به طرف میگی من کشاورزم، اصلا نگات نمیکنه. به والله توی مجازی لایکت نمیکنن. بچه برسین که به این که دختر بهت بدن. بچه‌هاتون تو این شغلا نفرستین. ما تباه شدیم، شما تباه نکنین خودتونو.